میل به رهایی جز به رها کردن ممکن نیست، چون این کسی باطناً آزاد شده است و آن که باطنش آزاد گردد ظاهرش نیز چاره‌ای جز تبعیت ندارد. ای دوست، رهایی باطنی چیزی نیست که بتوان آن را از کسی هدیه گرفت و یا از این و آن گدایی کرد، و آن چون گلی است که از درون شکوفا می شود و یادت باشد آنگاه که از هر بندی رها شوی تازه بنده خدا گشتی. بنده خدا کسی است که هیچ بندی به هیچ تعلقی ندارد و آنچه می کند از سر عشق و آزادی و خردمندی است، چون این کسی انسانی الهی است و هموست که خدمتگزار خلائق است. او یک انسان واقعی است، انسانی که در حال است. این رهایی مقدسترین چیزی است که یک انسان سالک می تواند به آن دست یابد.